سلام بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی پیشنهاد شما میکنم. امروز 17 می است. گزارش های اصلی برنامه: در حادثه روز گذشته در خاروق یک نفر کشته و چند نفر زخمی شده است. مقامات 3 نفر را سازمان دهنده تظاهرات نامیدند. سربازان مجروح اوکراینی از کارخانه محاصره شده آزوفستال و شفاخانه زیر نظارت روسیه انتقال یافتند. سربازی سخت مجروح را از آزوفستال برای معالجه به شفاخانه در نزدیکی شهر نووازوفسک بردند. در قواآزمایی بین المللی نورسان فرزندان یک مهاجر تاجیک مقیم مسکو برای تاجیکستان 2 مدال طلا آوردند. ادامه برنامه: وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک روز بعد از اعتراض ساکنان محله برخاروق شهر خاروق واکنش کرد و هلاکت ضمیر نظرشایف ساکن شهر خاروق را در ناآرامی‌های شام روز دوشنبه در مرکز بدخشان تصدیق نمود. در این بیانیه گفته می شود که 3 افسر زخمی شده است، ولی درباره زخمی شدن مردم آسایشته سخنی نیست. یک روز پیش منابع رادیو آزادی درباره زخمی شدن دستی کم 3 نفر از ساکنان محلی نیز گزارش داده بودند. مقامات وضع در خاروق را آرام ارزیابی کردند. ساکنان میگویند در حالت نامعینی قرار دارند. همکارم میرزانبی خالقزاد وضع امروز در بدخشان را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی سلام، حالا وضع در شهر خاروق چگونه است و در آن چی میگذرد در آنجا؟ تا همین مدت ما با نماینده های مقامات و ساکنان شهر خاروق صحبت داشتیم. آنها گفتند صبح همین روز دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره آبی تاجیکستان در رأس یک گروه نماینده مقامات کشور به خاروق فرستاده شده است. دلیر جمعه در ناآرامی های ماه نوامبر سال گذشته هم که در راش قلعه و خاروق صورت گرفته بود برای گفتگو با مردم به بدخشان رفته بود. به قبل باز هم ساکنان ماشین های مسافرکشانی که امروز از دوشنبه به خاروق رسیدن از جانب نظامیان در نزد فرودگاه بازداشت و به داخل شهر را داده نشدند. همچنین در اداره ها و مکتب ها نیز دری آنها بسته است. به گفته منابع ما امروز گروهی از زنان میخواستند در نزد میدان مرکزی خاروق جمع آیند، ولی از طرف نظامیان در نسبت آنها از گاز اشک‌آور استفاده شده است. بعد از اعتراض ساکنان بر خاروق از شام دیروز خط اینترنت در ولایت بدخشان قطع کرده شده و خط تلفن ها هم مشکلی دارد. بنابراین تا این لحظه دسترس کردن نوارها از وضع امروز شهر خاروق موثر نشد و هم تصدیق درستی خبرهایی که از این منطقه به دست ما میرسند مشکل است. بله میرزانبی، نظر مقامات در رابطه با حادثه‌ای که در خاروق میگذرد چی هست؟ چی گفتند؟ ببینید، مقامات در بدخشان به زنگ‌های ما پاسخ نمیدن و یا اگر یک گوشه را هم بردارن با شنیدن سوال ما زود قطع میکنن. تا کنون تنها بیانیه وزارت کارهای داخلی نشر شده است و دیگر تمام. وزارت کارهای داخلی در بیانیه‌اش جزئیات حادثه را تصویر کرده است، ولی نزدیکان اعتراضگران راضی نیستند. وزارت کارهای داخلی در ناآرامی‌های 16 می در خاروق محمد باقرov یکی از سران غیر رسمی بدخشان، الفت خانم محمد شویو فعال جامعه شهروندی و علیم شیرزمانوف معاون رئیس سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان را گناهکار کرده است. علیم شیرزمانوف روز 16 می دست داشتن در حادثه اخیر را رد کرد. محمد باقرov هم پیشتر اتهام‌های مقامات را بی‌پایه دانسته بود. چند لحظه پیش پیمان ملی نیز با نشر یک اظهارات استفاده از سلاح و سرکوب تظاهرگران در شهر خاروق را شدیداً محکوم نموده بود. تشکر میرزانبی. برنامه را ادامه می‌دهیم با خبری از بدخشان. یادآور می‌شویم اعتراض گروهی از جوانان در محله برخاروق روز 16 می پس از آن آغاز شد که مقامات به طلب‌های ناراضیان پاسخی ندادند. آنها طلب داشتند که چند مقامدار استعفا دهد و ساکنانی را که پس از حادثه ماه نوامبر سال گذشته بازداشت شده بودند رها کنند. همکارم زرانگیز نوروزشاه درباره حادثه روز گذشته در خاروق گزارش می‌دهد. این جوانان می‌خواستند به مرکزی خاروق روند. در نزد بینای حکومت ولایت گردی همایی کرده استعفای مقامداران را طلب نمایند. آنها 16 می از محله برخاروق به مرکز حرکت کردند، اما نیروهای نظامی راهشان را با گاز اشک‌آور و تیر رزینی گرفتند. مقامات تنها بعد یک روز حادثه را تصدیق کردند و گفتند در این ناآرامی یک جوان کشته و 3 افسر زخمی شدند. اما ساکنان در خاروق از جراحت نزدیک به 10 ساکن عادی در این حادثه ها خبر می دهند. مقامات درباره مجروحان دیگر چیزی نگفتند.
از جوانی کشته شده زمیر نظریشویف نام برده می شود. او ساکن 30 ساله محله گولکین خوروغ است. به اطلاع برخی از شاهدان حادثه، شام دیروز در اینجا بین جمع آمدگان و نظامیان بحثی لفظی سر میزند. به گفته آنها، ساکنان برای حمایت خود به دست سنگ میگیرند. مقامات گفتند نظریشویف این گروه را رهبری میکرد و با نارنجک به بینای دادگاه ولایت حمله کرده است. ساکنان این را رد میکنند. آنها میگویند زمیر نظریشویف به غیر از سنگ سلاحی نداشت. اعتراضگران استعفای رئیس ولایت و چند منصبدار دیگری بدخشان و تحقیق عادلانه حادثه‌های ماه نوامبر را طلب داشتند. آنها 2 روز پیش هم جمع آمده گفتند اگر طلب‌هایشان بررسی نشود تظاهرات برپا می‌کنند. مقامات آنها را اغواگران و طلب‌هایشان را غیر قانونی نامیدند. در نواری که در لحظه اعتراض طریق تلویزیون بدخشان گشته و برگشته نمایش داده میشد، دادستانی ولایت از ساکنان میخواست به تظاهرات همراه نشوند. در عکس حال جزا خواهند گرفت. با گفته ساکنان حالا در خوروغ راههای اساسی و برخی از اداره‌ها از جمله مکتب‌ها بستند. وضعیت در ولایت بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد کشته شدن گلبدین زیابکوف در عملیات بازداشت و اعتراض 4 روزه در خوروغ پیچیده است. حکومت طالبان تصدیق کرد که گذرگاه شیرخان بندر را در مرز با تاجیکستان بسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است تاجیکستان به هیچ کس اجازت نمی‌دهد که از خاک افغانستان حتی با داشتن اسناد قانونی وارد این کشور شود. بنابراین به گفته حکومت طالبان مثل مقامات تاجیکستان رفتار کردند. او گفت تا زمان وزارت‌های خارجه دو کشور در این مورد صحبت نکنند مرز بسته می‌ماند. تاجیکستان حکومت طالبان را اعتراف نمی کند و تاکنون هیچ رابطه دیپلماتی با حکومت این گروه ندارد. قبلا راننده های تاجیک از بسته شدن گذرگاه 5 پایان راهی اساسی بارکشانی میان تاجیکستان و افغانستان شکایت کرده بودند. آنها گفتند که ماشین هایشان در خاک افغانستان بند مانده است و طالبان اجازه بیرون شدن نمی دهند. الفت خانم محمدشاه و یکی از فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان که مقامات او را نیز به تشکیل اعتراضات در خوروغ عیبدار دانستند واکنش کرد. او روز 17 می در اظهارات کوتاهی در فیسبوک نوشت حامی حقوق و روزنامه‌نگار مستقل است و افزود بجز وجدان پاک و دلسوزی نسبت به مردم کوچک خود پامیری ها گفتنی دیگر ندارد. همکاران ما برای گرفتن واکنش بیشتر به منزل الفت خانم محمدشاه و در شهر دوشنبه رفتند، ولی بعد از صحبت با او مولا رجب یوسفی و براد یوسفی مورد حمله نفران نامعلوم قرار گرفتند. در این باره مولا رجب یوسفی نقل می‌کند. امروز بعد نصف روز تقریبا امروز ساعت 14 بود که من و همکارم به منزل الفت خانم محمدشاه رفتیم و او از خانه‌اش پایان شده 100 متر دورتر صحبت کردیم. صحبت رو با تلفن ثبت کرده بودیم. وقتی صحبت انجام شد و او به خانه‌اش رفت ما اومدیم به ماشین تا به دفتر برگردیم. همین زمان که به ماشین رسیدیم در ماشین باز کردیم 2 نفر تیز دویده آمدن و اول من زدن درون ماشین همه چی بته گفت دادوا کرد. من نفهمیدم که چی گپ است. گفتم شما کی هستید؟ ته گفتم دیگه در شاس کشادن شتاتی و گرفتن کاستوم من گرفتن. من دورتر دویدم که گفتم شما کی هستید؟ تلفن ته میگفتم فقط تلفن و کامرا ته دیگه علاج ما اومدم شما کی هستید نگفتن که فقط گپشون همین بود که مولا رجب به خدا میپرانم گپشون فقط همین بود. اومدن دیگه من درون ماشین بردن 2 یا 3 مش زدن در این طرف رو تلفن‌ها گرفتن همه چیزایی که در کیسه همه را گرفتن جزدان هم گرفتن عاقبت گشته تنها پولم گردونده دادن دیگه همه چیز گرفتن رفتن و همکارمون هم خیلی تله دادن که از جو پرید اون طرف رفت و بعد ما هم بعد چند دقیقه ما از اونجا رفتن هم با همکاران از نسش فریم هم همین حالت رو رخ داد. بینندگان عزیز جزئیات بیشتر به همین زودی ها در وبسایت رادیو آزادی 3.azadi.org گذاشته می شود. فرماندهان اوکراینی میگویند تلاش دارند سربازان باقی مانده در کارخانه محاصره شده ازوستال را بیرون برآورند. بعد از آن نظارت ازوستال به نیروهای روسیه میگذارد. 1 روز قبل از آن بیش از 260 سرباز مجروح اوکراینی از پایگاه مذکور به شفاخانه‌های زیر نظر روسیه انتقال یافتند. مقامداران اوکراینی امید دارند که سربازان ماریوپل را با نظامیان اسیر افتاده روس تبادل خواهند کرد. تفصیلات در گزارش همکارم طاهری سفر.
کاروان اتوبوس‌هایی که شب دوشنبه ظاهراً سربازان مجروح اوکراین را از کارخانه آزوفستال از شهر ماریوپول بیرون آوردند. ارتش اوکراین گفت سعی دارند تعداد باقیمانده سربازان را از کارخانه بیرون آورند. روز 16 می 53 سرباز سخت مجروح را از آزوفستال برای معالجه به شفاخانه در نزدیکی شهر نووازوفسک بردند. 211 نفر دیگر را از طریق گذرگاه بشری به الیانوفکا رساندند. همه محافظان ماریوپول را به شهرهای بردند که در دست جدایی طلبان تحت حمایت روسیه قرار دارند. همین گونه ارتش اوکراین گفت بعد از 2 ماه بمباران شهر ماریوپول از طرف روسیه این شهر را به تمام تسلیم کرد. در این مدت شهری چند هزار نفری به خرابازار تبدیل یافت و هزاران نفر غیر نظامی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین محافظان ماریوپول را قهرمان نامید. ما امیدواریم سربازان خود را نجات میبخشیم. در بینشان مجروحان سخت هستند، معالجه میگیرند. میخواهم بگویم که قهرمانان اوکراین به اوکراین زنده لازمند. وزارت دفاع روسیه از این پیشتر اعلام کرد برای انتقال سربازان مجروح اوکراینی از آزوفستال موافقت کرده است. کیف گفته است سربازان اوکراینی را با سربازان اسیر افتاده روس عوض خواهد کرد. فرماندهان ارتش اوکراین میگویند محافظان آزوفستال با ایستادگی قاطع 20,000 سرباز روس را سرگرم جنگ نگه داشتند و امکان ندادند که روسیه دیگر قسمت‌های اوکراین را زود اشغال کند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. 2 فرزند خردسال یک مهاجر تاجیک در شهر مسکو در مسابقه ورزشی مدال طلا به دست آوردند. پدرشان میگوید در خردسالی فرزندانش را بر روسیه آورد تا اینجا تمرین کنند و در مسابقه ها اشتراک نمایند. مسابقه جیو جیتسوی اوراسیا با شرکت 10 نورس از کشورهای آسیایی روزی 15 می در شهر مسکو برگزار شد. همکارم کیومرسی عطا گزارش می‌دهد. در رشت خودم چمپیون جهان شدم. مونس 10 ساله از تاجیکستان در مسابقه جیو جیتسوی اوراسیا در مسکو مدال طلا گرفت. در این مسابقه که 10 نورس از کشورهای آسیایی اشتراک داشتند، برادرش ابوبکر 9 ساله نیز پیروز شد. این 2 نورس از 7 سالگی به این نوع ورزش مشغولند. والدانشان میگویند مونس و ابوبکر در مسابقه های داخلی و خارجی در عموم بیش از 100 مدال گرفتند. پدری آنها در روسیه مهاجر مهنتی است. خانواده نیز در آنجا کار و زندگی و تحصیل میکنند. ولی برادران مونس و ابوبکر در مسابقه ها بیشتر تاجیکستان را نمایندگی میکنند. مراد بکتانوف وزیر پیشینی مدافع قزاقستان که بعد حوادث ماه ینور سال جاری آن کشور بازداشت شد ممکن است از 7 تا 15 سال زندانی گردد. بنا به اطلاع دادستانی کل قزاقستان نسبت بکتانوف با مادع بیرون رفتن از حد صلاحیت‌های خدمتی در وضعیت جنگی پرونده باز شده است. قاسم جامرد توقیف پرزیدنت قزاقستان پیشتر گفته بود که نیروهای مسلح هنگام حادثه های ماه ینور به دلیل ناباوری و بیعملی رهبران نتوانستند وظیفه‌های در نزدشان گذاشته شده را به درستی انجام دهند. مراد بکتانوف 56 ساله 20 فوریه سال جاری بازداشت شد. برنامه خبری ما اینجا به پایان رسید و اخبار بیشتر از این را در صفحه های رادیوی آزادی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک پیدا کنید و بخوانید. خدا نگهدار.